بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون اکرام آدم و یاد کنید اون لحظه را که ما گفتیم، لحظه ای که ما گفتیم به فرشتگان که اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کرد. این اکرام آدم بود. اشکال وارد میشه که سجده عبادت. چرا خدا به فرشتگان دستور داد که آدم را که مخلوق عبادت سجده کن؟ اشکال بزرگی. شما میگید سجده قبرها را نکنید که عبادت است سجده، سجده بتها را نکنید که سجده عبادت ہے، این حق خدا ہے. خب عبادت شما میگی حق خدا ہے، اللہ تعالی چرا به فرشتگان گفت که آدم را سجده کنید؟ درسته؟ لحاظ این اشکال را جوابهای متعددی داد. جواب اول اینه خب سجده عبادت ہے، لیکن اللہ تعالی اختیار دارد. به فرشتگان دستور داد که یک مرتبه شما همینی که برای من انجام میدید سجده، برای آدم سجده. و الله همون ذاته که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. اونجا خدا میگه من گفتم، دستور من بود که فرشتگان یک مرتبه آدم سجده، دو سجدهش بود، فرمان من بود و من گفتم. پس الان بر خدا کی میتونه اعتراض کنه یا بر کار خدا قیاس کنه؟ خدا چون فرشتگان را گفته آدم را سجده کنید، ما هم قبر را سجده میکنیم. فرشتگان را چون خدا گفته آدم را سجده کنید، ما بتها را سجده میکنیم. عزیز من، اونجا حکم خدا بوده که فرشته آدم را سجده کنند، که من و تو نالایک هم با آدم همراه بودیم. ما نبودیم همراه آدم؟ همه ما با آدم بودیم، همه ما اکرام شدیم. در الله تعالی میگه اکرام مستقیم علی آدم بوده. ما فرشتگان را گفتیم، خدا فرمان داده. خدا یک فرمان میده انسان بکشی، میده یا نه؟ به عزیر گفته بود که انسان بکش، و پسرکان نکش. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. حالا شما برید بچه یکی را بکشید، ببینی شما را چکار میکنید؟ شما برید یک انسانی بگو اونجا خدا به خضر گفت که تو بچه را بکش، خضر بچه را کش. او به خضر گفت کشتی را پاره کن. شما مردی بری کشتی مردک را پاره کن، خطی بر ماشین مردک بکشید. اگر زمان خط را نگرفت شما باز نمیگیره. شما بری خط بزرگی بکشید بر ماشین مردک، هیچ چیزش نشد، یک خطی بکشید، جریمه نمی کنه. اگر ببینند و کار تمام میکنه. تمامی که در این ماشین چقدر قیمتش آورده پایین، زمانش باید بدید که خطی کشید. پس هر جا که حکم خدا هست، حکم خدا اجرا میشه. به هر کسی که شده الله اگر دستور قتل میدهد به حضرت خضر، آیا به من تو اجازه قتل هست؟ قیاس کنیم که خضر خدا گفته بچه بکش، ما بچه مربوط بیعقلیه. دستور بوده که آدم از سجده بود، کردم. خالقه و برای خودش این حق را قائله که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. کارهای الهی چرا ندارد؟ لا یسأل اما یفعل، همش مسائل میشه. بله، هیچ. شما از کجا ثابت میکنید قبر را سجده کنید؟ به شما دستور داده؟ خورشید ما را سجده کنید، مخلوق را سجده کنید.
اگر به شما دستور داده که غوثها را سجده کنید و صدا کنید او بفرمایید هات و برهان کن بیاری به ما هم نشان بدید که الله تعالی به ما دستور داره قبرها را سجده کنیم غوثها را صدا بزنیم برای آنها نذر و خیرات بدید اگر دستور داده قرآن پیش شما بیاری به ما نشان بدید. یک جواب حکم خدا بوده قلنا للملائکه اسجدوا هیچ کسی بر این حکم ویژه خدا نمیتواند قیاس کند. نوبت به ما رسید گفت خدا را سجده کنید نگفت فقط خدا را سجده کنید. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فاسجدوا لله نگفت فاسجدوا لله وعبدوه به ما که دستور داده خاص برای خدا سجده کنید. به ما که دستور نداده شده که ما آدم یا نسل آدم را سجده کنیم و دستور برای فرشتگان بوده یا برای ما بوده. به ما اجازه است که ما آدم را سجده کنیم یا نسل آدم را سجده کنیم فرزندان آدم را سجده کنیم. خودش که نمی بینین همه فرزندان آدم این حافظان قرآن این اولیاء الله اینها را سجده کنیم به ما دستوره یا همه را دستوره که الله را سجده کنیم. و باقی میگن بابا سجده دو نوع بوده دوم میگه سجده همین بوده سجده عبادت زبرد جبه لیکن لی آدم به معنی اله آدم لی آدم به معنی اله آدم به طرف آدم سجده کنی همانطوری که ما را دستور به طرف خانه کعبه سجده میکنی. هر جای دنیا رخ ما اون طرف خود حرم الهی قرار میگیریم در مسجد الحرام باید اونجا رخ به عین خانه کعبه بشه. اگر خانه کعبه اینجای و کسی اینجا بیسته که رخش اینجا بخوره بلا تشبیهین نخوره درسته. وقتی اینجا کسی بیسته اینطور بیسته که مساوی چهرهش اینجای به بیت نمیخوره او اصلا نمازش باطله. باید این خانه کعبه جلوی انسان باشه که از این خط ببندن نخیر راست بره اونجا به همون جا بخوره خانه کعبه بخوره. اگر از اینجاش نخی بستن و راست به خانه کعبه نخورد اونجا به خانه کعبه نیست. خب لی آدم به معنی الی آدم خب آدم را قبله قرار داد. جبرائیل میکائیل و حاملین عرش من حوله را گفت شما بین قبله تشبه چنانچه به ما دستوره که به قبله فول وجهک شطر المسجد الحرام ما هر جای دنیا باشیم رخ ما به کجای به خانه کعبه. ما خانه کعبه را سجده میکنیم یا خدا را جهت سجده ما را خانه کعبه کرد. الله تعالی به فرشتگان گفت امروز جهت سجده شما آدمه. سجده آن خدا هست لیکن جهت سجده شما بیت المعمور نیست بلکه آدم. همه فرشتگان به یک زمان سجده کرد. چه خدایی حاملین عرش و من حولها همه یک زمان سجده کرد. حاملین عرش گذاشتن و آمدن سجده کردن زیر شانه زدن یا همونطوری که عرش به بغلشون بود سجده کردن. جواب سوم که سجده دو نوع هست. یکی سجده شرعی به معنی وضع جبهه از زمین یکی سجده تعظیمی. پس اینجا سجده تعظیمی بوده به صورت انحنای را. به صورت چه؟ انحنای را. این سجده تعظیمی در ادیان گذشته جایز بوده در دین ما هم ممنوع. و جواب چهارم
همین جواب را اکثر مفسرین میدن که سجود بالانحناء بوده لا وضع جبهه. اکثر مفسرین همین میگن سجده تعظیمی بوده، سجده عبادتی که وضع جبهه واسط نبوده. و چهارمی جواب اینه که سجده به معنی منقاد شدن. شما برای آدم تسلیم میشید. النجم و الشجر یسجدان، النجم و الشجر یسجدان به معنی ینقادانی. شما برای آدم تسلیم بشید، یک عده‌ای رزق فراهم کنید، یک عده‌ای ضبط اعمال کنید، یک عده‌ای قبض ارواح کنید، یک عده‌ای نزول ارزاق کنید، یک عده‌ای وحی بیارید. همه فرشتگان برای خدمت انسان الان تسلیم نیستند. جبرائیل وحی می آورده، میکائیل ارزاق فراهم کرده، اسرافیل آماده باشه که سوره بده میں ما فنا بشی، بعد بده میں همه زنده بشی. اسرائیل که کارش مشقت خدمت ارزنده انجام میده، هر جا که دستور فوری میاد خفه میکنه. تو اسجدوا لآدم به معنی تسلیم برای کارهای آدم و ذریت آدم باشی. فسجد الملائکه کلهم، فسجده کردن فرشتگان همه الا ابلیس مگر ابلیس لعنتی ابا کرد و استکبار کرد از سجده. و کان من الکافرین، و بود از کفر کنندگان در علم الهی. یا کان من الکافرین استار من الکافرین که از کفر کنندگان لغضب خاطر ابا از سجده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. به هر حال الله تعالی اعزاز و اکرام کرد خلیفه را، فرشتگان را دستور سجده تعظیمی داد، یا دستور داد که این قبله شما و شما همه سجده کنید. اون توجیهاتی را که در خدمت شما عرض کردیم، فرشتگان حکم خدا را اجرا کردن، فسجد همه سجده کردن الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. این استثناء الا ابلیس برای چی؟ خدا میگه من به فرشتگان دستور دادم، همه فرشتگان سجده کردن. جای دیگه قرآن یفسر بعضه بعضا فسجد الملائکه کلهم اجمعون، بدون استثناء یک فرشته همه فرشتگان سجده کردن و هم یک مرتبه سجده کردن، یک زمان سجده کردن. این میدان بزرگ و این جایگاه بزرگ که این همه فرشتگان در یک زمان سجده کردن کجا بود؟ آیا در همین کره خاکی بود یا بالای آسمان ها بود؟ عند سدرت المنتهی بود. من تا الان هر چی گشتم من ندیدم که محل سجده کجا بوده. خود آدم که خلق کرده اسکلتش و شیطان توش رفت و آمد کرد. من در تفسیر مراغی هم دیدم و جای دیگر هم که در بین مکه و طائف در همین کره خاکی در همین قسمت آدم اسکلتش درست شد. خب آدم و حوا در بهشتن که سکونت کردن و اذ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا. سجده کجا؟ ابلیس استثناء شد که سجده نکرد. بره تلاش کنید ببینید آدم کجا سجده کردن فرشته، محل سجده کجا بوده. شما نقلی پیدا کنید انشاءالله انعامی هم بگیرید و برای شما هم علم بشه. من که نتونستم پیدا کنم. بلا آنچه حس من اینه که آدم در زمین خلق شد، به محضی که روح در او دمیده شد آدم به آسمان رفت. چرا قرآن میگه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این فای فقعوا
این فا دلالت میکند که بعد از دمیدن روح فوراً سجده بشه، چون فا برای اتصال میاد، تراخی نمیاد، فوری سجده انجام گیرید. به محضی که آدم زنده شد انجام گیرید. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس همه شما سجده کنید و فرشتگان هم همه سجده کردن. فسجدوا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بعد از این هم فرمان فسجدوا، فوری سجده کردن. پس آدم در زمین اسکلتش درست شد و بالای آسمان ها برده شد که تجمع فرشتگان اونجاه. حاملین عرش و من حوله همه محل تجمع فرشتگان در بالای 7 آسمان هست. همه آسمان ها فرشته داره، لیکن مرکز هستی آنها بالای 7 آسمان، زیر عرش رحمان و من حوله. فکر من اینه که سجده در آسمان انجام گرفت، جنت هم اونجا. آدم اول دستور سجده و اکرام شد، بعد میگه قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، شما با شوهر با جفت خودتان در جنت سکونت کنید. حالا من عرض میکردم که الا ابلیس استثناء چیه؟ فرشتگان را دستور بوده، الا ابلیس را استثناء شد. بعضی هم میگن استثناء منقطع هست. الله تعالی به ابلیس جداگانه دستور داده از امرتو ما منعک الله تسجد از امرتو، چون ابلیس هم با فرشتگان در آسمان بود و آنجا عابدی بود، از نوع فرشتگان نبود، اونجا بود. وقتی به اعلی‌ترین بر دستور سجده بود، ابلیس هم دستور رسید. و حتی خود قرآن میگه از امرتو، من به دستور دادم، حکم مال من بود، تو چرا از فرمان من سرپیچی کردی و روی اصل رفتی که خلقته من طین و خلقته من نار؟ علت بیان کردی. برای اجرای حکم خدا علت نمیخواد. این مسئله بود. بین خاطر قرآن عظیم الشان ابلیس را استثناء کرد. بعضی میگن نه، استثناء متصله. ابلیس نوعی از فرشتگان هست، لیکن قول مرجوح هست. میگه فرشتگان را تقسیم میکنن معصوم و غیر معصوم، گناهگار و غیر گناهگار. این قول مرجوحی هست و از استثناء یا استثناء را منقطع میکنیم. اگر استثناء متصل باشد او خب در میان فرشتگان بود، وقتی به معززین دستور تعظیم هست کوچکا حسابش بگیرن. وقتی استاد تعظیم میکنه شاگردم باید تعظیم بکنه. آدم دستور رسید که شما سکونت کنید و جفت شما در جنت و بخورید از این جنت به گشادگی هر جا که قلب شما خواست از هر چیز، لیکن نزدیک این درخت نرید. فتکونا من الظالمین، شما میشوید از ظالمین. شیطان فازلهم الشیطان، شیطان اینها را لغزش داد لعنتی. فاخرجهما مما کانا فیه، و بیرون کرد این دوتا را از اون جنت و ناز و نعمتی که کانا فیه در آن بودند. تشریح این هست سروران گرامی که خب حضرت آدم علیه السلام در جنت و حوا بودند و خدا به آنها دستور داد که شما اینجا سکونت کنید. دستور سجده داد، اونم در آسمان بود. او از سجده آدم ابا کرد، الله تعالی اونو طرد کرد و به زمین فرستاد. شیطان طرد کرد و به زمین فرستاد که برو اخرج منها، از آسمان ها برو بیرون، فانک رجیم، تو لعنتی هستی، تو مرجومی. و آدم و حوا به جنت بودن. خب سجده آدم اون زمان حوا درست نشده. فرشتگان وقتی آدم را سجده کردن حوا خلق نشده.
بعد آدم تنها بود، خوابید، از خواب بیدار شد، از قسمت پهلوی چپ، از همون کجترین پهلوی، پهلوهای پایی راستن و اون آخری پهلو کجیش بیشتر، از همون پهلوی خلق شده. حالا در کنار پهلو راحت، جداش کنی ناراحته. آدم خواب رفت، اونی که از پهلوی چپ و از کجترین پهلو خلق شده در کنار پهلو راحت، جداش کنی ناراحت. به این خاطر حضرت آدم خواب و بیدار شد تا یک خاتونی کنارش نشسته. ماشاءالله تو از کجا؟ گو برای راحت تو هستم، تو خوشحال بشی. تنهایی سختی دارد، یکی کنار باشد راحت، انسان فکرش راحته، خیالش راحته، اعصابش تسکین دارد. به این خاطر الله سبحانه و تعالی حوا را خلق کرد و آدم در جنت بودن. این ابلیس از کجا به جنت رفت؟ حالا که موقع سجده او رانده شد از بهشت، از آسمان. اخرج منها فانک رجیم، برو از زمین ها پایین. این آسمان ها جای متکبرین نیست. خب بینه که آدم لغزش داد، بعضی میگن به صورت ماری رفت، بعضی میگن به صورت چیزی دیگر رفت، بعضی میگن نه، رفتنش به آسمان ها ابلیس بلا معنی بود، مثل یک دزدی و مثل یک خائنی از کنار گوشه میرفت همونجا مثل سگ دزدی میگشت، خاطر در جنت میرفت و از همونجا حرف میزد. اینطور حرف زدن، یا به صورت ماری وارد جنت شد. این همه حرفها سروران گرامی، حرفهای بدون سندن. قول احسن اونه که قرآن میگه فوسوس لهم الشیطان، شیطان لعنتی برای آدم و حوا وسوسه انداخت از همین زمین بالای 7 آسمان. وسوسه های ابلیس رفت و قسم خورد برای آنها و من خیرخواه شما هستم و خدا شما را گفته از این درخت نخورید که اگر بخورید همیشه میمانید. به این خاطر گفته نخورید که شما ملک میشید و همیشه میمانید توی جنت. این آیات تشریحاً قرآن خودش گفته. فوسوس لهم الشیطان فقال هل ادلکم علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی، من شما را راهنمایی میکنم به درختی که از او بخورید همیشه تو جنت و به ملکی میرسید و حکومتی میرسید که او اصلا پناه ندارد، کهنگی ندارد. و ملک لا یبلی، این وساوس را کرد. خدا گفته از این درخت نخورید. خب همین درخت اون گوشه جنت است، بازو کشور دهن نکرده. آدم و حوا قدم میزنن تو جنت، یک دم به کنار اون درخت که آمدن، اون لحظه حضرت آدم فراموش بود و نسیه فنسیه ولم نجد له عزما. نسیه آدم فراموش بود که خدا گفته نخوری. دست دراز کرد، لباس های جنت هستن شد. این خاطر سروران گرامی صورت وسوسه بوده و حضرت آدم و حوا لحظه ای که آدم میخورد فراموش بود. مثل این کسی که روزه داره نه، بر میداره تخمه که چیزی تو دهن میبوداره میخوره، نانی بر میداره تو دهن میوهی بر میداره. حالا او در این فکر نیست که من روزه هم و حکم خدا را دارم نفی میکنم، اصلا در فکر روزه نیست، غذا میخوره، سیر هم میکنه. لحظه این شخص غذا میخوره، سیر هم میکنه، روزه هم هست، روزش نمیشکنه. لیکن آدم با آن همه شان عظیمی بر فراموشی آدم ماخوذ شد. آدم الله تعالی میگه فنسیه ولم نجد له عزما، عزم و اراده نافرمانی ما در آدم ندید، برای همین فراموشی عتاب شد و حدود 200 سال گریه و زاری و تضرع کرد برای یک فراموشی. این خاطر
حضرت آدم علیه السلام نادم شد چرا نگو؟ الله تعالی عفوش کرد. بخورید رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأذلهما الشیطان، لغزش داد آنها را شیطان. این خاطر درخت چی بود که گفتن نخور؟ بعضی ها گفتن درخت گندمه، بعضی ها انگوره، بعضی ها چیزی دیگر گفتن. لیکن محققین میگن وقتی درخت را خدا تعیین نکرده ما چرا تعیینش میکنیم؟ درختی الله تعالی ممنوع کرد از این درخت استفاده نکنیم. وقتی خدا درخت را مجمل ذکر کرده ما چرا تعیینش میکنیم؟ از جارالله زمخشری عارفیه و فهم قرآن داشت، معتزلی هم بود. کسی خوابش دید و سوال کرد که لا تقربا هذه الشجرة، این درخت چه درختی بود؟ مقوله معروف حضرت استاد نقل میکردن، او گفت این شجره علم، به نزدیک علم نری. علم جارالله را معتزلی کرد، او دنبال عقل و عقلیات را معتزلی شد و برایش سخت تمام شده بود. این خاطر گفت این درخت علمه. البته شوخیه، در حد شوخی هست که ضرب المثل هم که گاه وقت یک چیزی ممنوعه او دنبال عقلیات رفت و نقل را کنار گذاشت، نقل را با عقل تطبیق میداد، لحاظا سرش به انکار عذاب قبر کشید و انکار بسیار چیزها را که عقل قبول ندارد. در عقل اگر نگاه کنی مرده را ببری کفن کنید و بگذارید و بعد بری قبر را باز کنید 10 روز تا به همون طرز تکان نخورده. پس این همه ماجرای قبر و حساب و کتاب چیه؟ وقت این عذاب قبر نیست. معتزلی یک مسئله شون همین، همه روایات عذاب قبر را توجیه کرد و ضعیف کرد و فلان کرد و خلاصه درست هرچی که هست الله تعالی لغزش خورد و شیطان لغزانی، فأذلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، ما حکم حاکمانه را ساده و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما دستور دادی برید پای. این دستور حاکمانه است، برید پای. اتاق اول. خب آدم و حوا 2 نفر بودن، اهبطو جمع، برید پایین کی را گفت؟ حالا بعضی ها گفتن بابا حضرت آدم هم بود و حوا هم بود و مار که شیطان که به صورت مار رفته بود توی جنت اون هم دستور داد که همه برید پای. شیطان که به صورت مار رفته بود اون هم گفتن برو پای. تو دیگه الان اینجا آمدی شیطنت بکن. قل نهبطوا، این یک توجیه دیگر که درسته، این اطاع صیغه جمع به آدم و آنچه که آدم و حوا همه ما با 2 بودی، شما 2 با آنچه که اشتمال دارید بر آنها، یعنی با تمام ذریات. ما با آدم و حوا در جنت بودیم، همه ما را یعنی آدم و حوا را و ذریت آدم و حوا را الله تعالی خطاب کرد و عتاب کرد برید پای. عتاب دوم بعضکم لبعض عدو، بعض شما برای بعض دیگر دشمنه که عیش شما از بین می رود. و این عتاب سومه ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین قرارگاه هست، شما اونجا باید قرار بگیرید. یک زمانی در شکم مادر میرید، بار روی زمین میایید، بعد از روی زمین میرید توی زمین. قرارگاه شما در زمین، محل قرار شما. و همچنین سامان و متاع هست برای شما در زمین.
ولکم فی الارض مستقر و متاع سامان زندگی الهین تا یک وقت معینی که وقت مرگ آمد، شما از روی زمین و متاع زمین غط میشید و تحویل زمین، توی زمین میرید، از اونجا برزخ دیگه. بعد از مرگ زندگی برزخ از سرورانه تا قیامت. این سه اتاق الله سبحانه و تعالی به آدم و ذریات آدم کرد. اول بری پایین، بعد شما دشمن یک دیگری. بله میبینید اینجا چقدر دشمنیه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، قرارگاهش. حالا اینجا آدم علیه السلام را کسی ملامت بکند که چرا لغزش خورد و چرا ما را از جنت باور، اگر اون لغزش نمیخورد ما همونجا جنت. حالا که روز اول الله سبحانه و تعالی به فرشتگان چه خبری پخش کرد که آدم هیچ وجودی نداشت. هنوز به فرشتگان نگفته بود که از روی کره خاکی خاک جمع کنید، از تمام کره خاکی خاک جمع کرد. لہذا خاکهای کره خاکی رنگهای مختلف دارند، سیاهن، سفیدن، سرخن، زردن. زمین رنگهای مختلف دارد. نی به این خاطر رنگ زمین در نسل آدم هویدا، بعضی ها سرخن، بعضی ها سفیدن، بعضی ها سرخ و سفیدن، بعضی ها سیاهن، چون زمین های سیاهی همه. تو کل رنگ زمین بر نسل آدم هویدا. این در حدیث گفته شده، این عقلی نیست که من میگم. باز آدم اگر کسی ملامت کند، چنانچه روایتی آمده است که حضرت در عالم ارواح موسی با آدم حرف زدن. آدم تو آدمی، تو ابوالبشری، تو فلانی، چرا درخت خوردی، همه مخلوق از جنت پایین آوردی؟ آدم گفت تو موسی؟ گفت بله. تو کلیم الله؟ بله. بر تو تورات نازل شده؟ بله. خب در تورات چقدر نوشته، چی نوشته بود؟ که خدا بر من مقدر کرده من در زمین میایم. در تورات خدا نوشته. در قرآن هم خدا به فرشتگان اطلاع داد انی جاعل فی الارض خلیفه. امتحانا پدر و مادر ما را الله تعالی جنت بود که شما خاکی، لیکن جای اصلی شما این جنت. و قضای الهی به همین رفته. و بعد از بخشش آدم در تورات هم است که فتاب علیه، خدا آدم بخشیده. بعد از بخشیدن هر کس را ملامت بکنیم، در حقیقت اون ملامت کننده ملامته. لغزش شده، این لغزش برای من مکتوب بوده در قضای الهی 40 سال قبل از پیدایش من. الله سبحانه و تعالی این چیز را مقدر کرده، اعلامیه شده. من در زمین باید بیایم. امتحان محل یک بازدیدی بوده، من جنت را بازدید کنم و برگردم. و بهانه برگشتم خوردن درخت بوده. از من مجبور بودم که قضای خدا اجرا بشه، حکم خدا. و این هر گناهگار نمیتونه بگوید. چرا؟ هر گناهگار بعد از پذیرش توبه قابل ملامت نیست. قرآن هم گفته وقتی یک مجرم را شما مجازات کردید، بعد از مجازات حق ملامت ندارید. شما دستش بریدید و تمام دیگه برای همیشه بگید دست بریده، دوست. این جنایت، گناه. او مکافات شد با اعمالش. حضرت آدم الله تعالی مجازات کرد. چه مجازاتی؟ گفت بری پایین از جنت، لباس جنت رستنش در آورد. بعضکم لباس عدوون اعلان کرد. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. گفت آدم بعد از این اتابات چقدر توبه و استغفار کرد. باز هم آدم مورد عفو قرار نگرفت تا اینکه خدا کلمات توبه را بهش تلقین کرد. فتلقى آدم من ربه کلمات، تلقی کرد آدم از ربش کلمات. پس رجوع کرد خدا به خاطر اون کلماتی که او تلفظ کرد بر آن. اون چه کلماتی بودن؟
که آدم اون کلمات را از ربش تلقی کرد و فوراً توبهش قبول شد. فتاب علیه. سروران گرامی گفتهاش گفته شده که وقت آدم بالای آسمان ها برد به پای عرش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. آدم توسل به این کلمه طیبه و این رسول مکرم کرد. خدایا به توفیل و به حرمت محمد رسول الله مرا ببخش. خدا بخش. و این با آب و تاب و آیتین بیان میکنه. بله سروران گرامی القرآن یفسر بعضه بعضا. بهترین ماخذ تفسیر قرآن قرآن. اولین ماخذ قرآن را با قرآن باید تفسیر کنی. لہذا اون قول مرجوحی هست، قول معتبری نیست. اگرچه برای ما عزتیه، شرفیه برای ما که به حرمت رسول ما آدم بخشیده شده، لیکن قول درست و صحیح و بدون علایش همینه که اون کلمات ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کلمات توبه بودن که در دعاهای انبیاء علیهم السلام معنای این کلمات هست. میخوانیم هر پیغمبری که لغزش از او شده همین کلمات را به زبان آورده، هم مفهوم این کلمات را. من جمله حضرت یونس ربنا ظلمنا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نیست بخشنده غیر از تو، نیست رحم کننده غیر از تو. لا اله الا انت منشنده. شما ناحق کسی را مجازات نمید. سبحانک شما پاکید. انی کنت من الظالمین. منم که بر خودم ستم کردم. آدم و حوا همه میکنیم ربنا ظلمنا انفسنا، ما ظالمیم. شما ناحق ما را از جنت بیرون نآوردید، ما این ظالم. اگر تو مورد عفو قرار ندی و بر نبخشی ما ضرر می. خدا را تبرئه کرده تو پاک، ما ظالم. تو بر هیچ کسی ناحق ظلم نمی کنی. ما گناه کردیم که شما ما را از جنت برین پایین آوردید. و این کلمات همون کلماتی هستند که در قرآن عظیم و شان ذکر شده. علت انه هو التواب الرحیم. قل نهبتو. این بود قل نهبتو، این هست قل نهبتو منها جمیعا. این اهبتو با اون اهبتو چه فرقی داره؟ اول هم اهبتو فرق همینه که حضرت فرمودن اون حکم حاکمانه بود، اتحابی بود. برید پایین، بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر. اتحاب این حکم حکیمانه هست. برای کشور زمین میبرن، برای امتحان. الان الله تعالی میگه ما بهش گفتیم برو برای امتحان، جای جنته، لیکن آزمایشگاه شما زمین. شما مال جنتی، اصل شما جنتیه، لیکن برای امتحان میرید زمین. این حکم حکیمانه الهی، حکمت احباط را بیان کرد. این خاطر تکرارش کرد قل نهبتو. حضرت اونجا حکم حاکمانه، این حکم حکیمانه، حکمت احباط را بیان میکنه. برید پایین از این جنت، همه شما، آدم و حوا و آنچه اولاد اینها همراه. حکمت احباط، حکمت حبوط. فاما یأتینکم، این اما ما زائده، این شرطیه در آن ادغام شده. متوجه هستید یا نه؟ اگر آمد پیش شما از من خدا یک هدایت نامه، پس هر کسی اتباع کرد این هدایت نامه من، پیغمبر و مراد از خدا انبیاء،
یا مطلق هدایت که از آنها عهد گرفته شده است که فقط خداوند متعال را بخوانید. وقتی هدایت آمد و هر کسی اتباع کرد هدایت نامه من را، کتاب من را، پیغمبر من را، نبی من را، ثمرش اینه فلا خوف علیهم، هیچ خوفی بر این اتباع کنندگان هدایت من نیست، خوف خود را ندارن ولا هم یحزنون و نه محزون میشن برای دیگران. الله تعالی میگه آمدن شما در زمین اول اتعابی بود، الان حکیمانه و حکمت را بیان کرد که احباط شما برای امتحان است. و البته آنهایی که ناکام میشن والذین کفروا، آنهایی که کفر میکنن هدایت نامه من اتباع نمیکنن و شعبه کفر کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اونا صاحبان نار میشن، هم فیها خالدون، همیشه در جهنم میمانند. لہذا این دفعه احباط دوم برای حکمت و حکیمانه هست. بعد از خطاب عام خطاب خاص. اول خطاب عام بود یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اکنون خطاب خاص به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل چون مستقیما مخاطب قرآن و مخاطب پیغمبر بودند و عرض کردیم که سوره بقره بعد از هجرت از سوره هایی است که اول نازل شد. در این خطاب های خاص قرآن مخاطبان خود را که بنی اسرائیل یهودی قرآن با کلمه بسیار پر لطفی آنها را مورد خطاب قرار میده. قرآن نمیگه یا یهود، قرآن میگه یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل. این برای آنها یک افتخار خاصی بود. ای فرزندان اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیه السلام. معنای عبرانیش کلمه عبرانی اسرائیل، بنی من اولاد اسرائیل به معنای صفی الله. یا به معنای عبدالله، این لقب حضرت یعقوب علیه السلام. یا یعقوب لقب و اسرائیل اسمه. اسرائیل به معنای اسرائیل، اسماعیل، این همه نامه‌های هستند که به خدا نسبت دارند. نامش هست صفی به معنای برگزیده هم آمده و به معنای عبدالله هم آمده و یک معنای دیگر مراغی کرده بود. اسرائیل به معنای الامیر المجاهد، ای فرزندان امیر مجاهد، شما که پیغمبر زاده ای، مقتضی اول ایمان را الله تعالی با یا بنی اسرائیل، شما پیغمبر زاده ای، شما آقا زاده ای، شما سیدی. این مقتضی اول ایمان. مقتضی دوم احسان. اذکروا نعمتی، یاد کنی نعمتهای من را، حسی و معنوی. نعمتهای معنوی من را یاد کنی، نعمتهای حسی را، اون نعمتهایی که من بر شما انعام کردم در طول تاریخ. و سوم، چون الانسان عبدالاحسان است، هر جا انسان نیکی ببینه گردنش میاد پایین. و دومی و سومی که اوفوا بعهدی، ایفا کنی عهدی که من با شما داشتم یا عهدی که شما با من کردید. اضافت عهدی اضافت مضاف به مفعوله. ای عهدهایی که شما با من کردید اون عهدها را ایفا کنید. اوفوا بعهدی ای بعهدکم ایایا، شما با من عهد کردید، این عهدها را ایفا کنید. خلاصه اوف بعهدکم، من با عهدهایی که با شما کردم ایفا میکنم، شما عهدهایی که با من کردید ایفا کنید، من هم عهدی که با شما داشتم ایفا میکنم.
ابقای داره معامله تجاریه تقابلیه و خاص از من خدا بترسید نه از عوام الناس. از عوام نترسید که هدایای شما را قطع میکنن و نیکی های شما را. خب بعد از بیان مقتضیات ایمان دعوت ایمان را الله تعالی داد. اول شما پیغمبر زاده اید، فهمیدید؟ این پیغمبر زادگی تقاضا می کند که شما حرف بپذیرید، شما حرفی را بپذیرید که عزت شما با آن حرف. شما پیغمبر زاده اید، پیغمبر زاده و بی ایمانی این با هم نمیخوره، چون عزت انبیا از ایمان انبیا بوده، از اطاعت انبیا بوده. لہذا عزت شما هم ای پیغمبر زاده ها در ایمان است، در اسلام. دوم فرمود شما پرورده نعمت منی، من همه احسانات حسی و معنوی را با شما کردم. دوم شما با من قرارداد دارید، شما معاهد منی. و چهارم من هم با شما قرارداد دارم. چهار مقتضیات را ذکر کرد. مقتضیات ایمان را اول ذکر کرد و بعد فرمود برحذر داشت که ایای فرهبون، از عوام الناس نترسید. خب بعد از بیان مقتضیات دعوت ایمان را داد، مقتضیات ایمان را ذکر کرد و فرمود آمنو. و پیغمبر زاده ها را میگه آمنو یا بنی اسرائیل. و معلوم میشه که پیغمبر زاده هم وقتی از جاده ایمان میاد پای، آقا زاده هم گاهی از جاده ایمان میاد پای، سید هم، سید در مجلس ما نشسته نعوذ بالله گاه وقتی از جاده میاد پای. بین خاطر الله تعالی گفت یا بنی اسرائیل و پیغمبر زاده ها آمینو، ایمان بیاری، من شما را با نعمتهای گوناگون نوازش کردم. به چی چیز ایمان بیاری؟ ما که مؤمنیم، تورات قبول داریم، انجیل قبول داریم، زبور قبول داریم. میگه به ما انزلتو، به اون کتابی که من نازل کردم بر پیغمبرم. و اون کتاب هم مقتضی ایمان هست، مصدقا لما معکم، کتابهای شما را هم تصدیق میکنه، تورات، انجیل، زبور. شما ایمان بیاری به ما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به، و نباشید شما پیغمبر زادگان اولین کفر کنندگان بین به ما انزلتو. شما اول کافر نباشید اول کافر به، اولین کفر کنندگان بین کتاب. اشکال وارد میشه، اول که مکه‌ای ها کفر کردن، این کتاب را قبول نکردن، پیغمبر را قبول نکردن. چطور قرآن میگه شما اولین کفر کننده نباشید؟ که اول مکه‌ای ها کفر کردن. جوابین سروران گرامی، در خطاب خاص شما اول کافر نباشید. مکه‌ای ها در خطاب عام داخل بوده، یا ایها الناس اعبدوا. در این مخاطبین در خطاب خاص شما اولین کافر نباشید. شما احبار و رهبان، علما و دراویش، اگر که کتاب به بغل شما هست شما کفر کنید، مریدان شما کافر میشه. شما علما کفر کنید، شاگردان شما کافر میشه. شما امامهای جماعت کفر کنید، مقتدیای شما کافر میشه. لحظه شما نباشید اول کافر، شما ایمان بیارید. تمام دنیا میگه علمای یهود ایمان آوردن، تصدیق کردن، همه مردم به شما اقتدا میکنن، حتی اهل مکه اونها اقتدا میکنن. بله اگر شما کفر کردید، علما، ائمه جماعت، ائمه به اصطلاح مشعل داران تورات و انجیل و همه از شما تقلید میکنن، پس شما میشید اول کافر، اونها میشن درجه دو کافر. ولا تکونوا اول کافر به.
این از قبیل ضلاله. بیان ازداد اربعه ایمان. اول ضلال کفر است، دوم اضلال دین فروشیه و نخرید به مقابل آیات من کمی پول از عوام. شما می ترسید اگر ایمان آوردید اون هدایایی که از طرف مریدها و مقتدیها و غیره می آمد اون هدایای شما قطع میشه. به خاطر کمی پول آیات من نفروشید. این از قبیل اضلاله. شما اضلال نکنید، پول بخرید و بیچاره ها را از راه هدایت گمراه کنید. به خاطر این پولکایی که به شما میدن حقیقت را با آنها نمیگید و لحظه گمراه میشید. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون. خاص از من خدا بترسید، خاص ایای فاتقون، فقط و فقط از من خدا بترسید. سبحان الله. اونجا گفت ایای فرهبون، اینجا بگه ایای فاتقون. سبحان الله. اگر خدا عالم را خوف خود ندهد دیگه او چه کار که نمی کنه. خوف خدا با هیچ کس نباشد او فساد میکنه، خصوصا با عالم. وقتی خوف خدا نباشد او دیگه بلا نسبت اون خوک هست که در مزرعه میفته. هزاران انسان از اون کانال گمراه میشه. این خاطر قرآن دعوت میده ایای فاتقون، خاص از من خدا بترسید. اونها که اصول عربی را دارن اینجا کلمه تکرار شده، در حقیقت بوده فاتقوا الله فاتقوا الله. لہذا یک ایای را ذکر کرده و یک فاتقون را. در حقیقت بوده اتقوا الله اتقوا الله یا اتقونی، از من بترسید، از من بترسید. لہذا یک فعل را مذکور گذاشته و یک معمول را، فعل را حذف کرده. خاص از من بترسید، خاص از من بترسید. خودتان گمراه نشید. ولا تکونوا اول کافرین ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دیگران را گمراه نکنید. و مرض سومی که خوب این علماء یهود را و نصارا را گرفته بود، علماء یهود روی سخن با علماء یهوده، اونها لبس حق و باطل میکردن، حق را با باطل غاطی میکردن. این مرض دومه، لبس حق و باطل، حق و باطل را غاطی میکردن. الله تعالی فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل. او علماء، او پیغمبر زاده ها، او احبار، او روبان، او دراویش ها، حق را با باطل غاطی مخلوط نکنید. لبس به معنای خلط، مخلوط نکنید حق و باطل را. شرک بده، مشرکین مکه همه میگن، لیکن شرک چیه؟ شما از همه علما بپرسید، یک چیزی از من یاد کنید. شما میگه همین شرک چیه که خدا گفته بده؟ مشرک نجسه. انما المشرکون نجسون، مشرک ها نجسن. شرک خودش نجسه. کسی که شرک بکند اون نجس میشه، پلیده. همه شما سوال کنید شرک چیه که خدا گفته شرک نکنید؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. خدا را عبادت کنید، با خدا کسی را شریک نکنید. همین شرک چیه؟ برای من شرک بگید. کفر برای من توضیح بدید کفر چیه؟ همین کفر شرکه، توضیح نمیده. من نمیدانم. قرآن گفته با خدا کسی را شریک نکنید. ولا تجعلوا لله اندادا، قرار ندهید مردم برای خدا شریک. شرک چیه؟
شرک بده، مشرکین مشرکین مشرکین. بابا شرک ما نمیفهمی، برای ما توضیح بده. همه ما از شرک بد میآید. کیه که از شرک خوشش بیاید؟ کسی هست؟ بله قرآن میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق را با باطل مخلوط نکنید. کار ملاها یهود و نصارا همین بود که توحید را و شرک را با هم مخلوط میکرد. مشرک مکه را میگفت مشرک و خودش سجده میکرد عزیر و نذر میداد برای عزیر و خیرات میداد برای عزیر و این شرک نمیدانست. قرآن گفت ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. اونهایی که عالم بودند طوری توجیه عالمانه برای آنها میکردند و شرک خود را مخفی نگه می‌داشتند. اونهایی که بی سواد بودند در برابر آنها کاملا کتمان میکردند. پیش علما لبس میکردند، حق را با باطل قاطی میکردند و مطرح میکردند. لیکن اونهایی که ناخوان بودند هیچی که نمیدانستند کاملا برای آنها کتمان میکردند. اون روز یکی را من گفتم به شما میگن پیراهن سیاه بپوشید، به شما میگه این همه پارچه ها را کسی که میمیره جلوی خانه نصب کنید. گفت نه. آخوندهای ما میگن لباس سیاه پوشیدن مکروه تحریمیه و این پارچه ها را کسی میمیرن جلوی خانه ها نصب کنن. این همه اسراف، 100,000 200,000 قیمت دارن و فقط تا 10 روز آویزان و بعد باز میکنن، یک بار مصرفن دیگه دردی چی نمیکنن. چیکار میخوان بکنن؟ با کمال تاسف نمیدانم فلان این 2 مرتبه مصرف میشه، میگن نه یک بار مصرفه. چقدر قیمت داره پارچه خود سیاه و بر اون که نوشته ها میکنن چقدر قیمت دارن؟ اینا را همه شما میریزید توی اشغالدان، نمیریزن. چیکار میکنه اینها را؟ این همه اسراف برای چی؟ با خونده هم میگن چرا جلوی نمیگیری؟ هر خلافی که عوام کرد ملا سکوت کرد این کتمان حق. والله تعالی میگه ولا تکتموا الحق. همین ندای غیر الله، همین که انبیاء را ندا میزنه، اولیاء را ندا میزنه، ائمه را ندا میزنه، آیا خلاف قرآن نیست؟ چرا این ملا سرشون پایینه سکوت میکنن با توجیه میکنن این برای وسیله. آیا خدا گفته که به عنوان وسیله اینها را بخوانی؟ اگر خدا گفته چشم. خدا گفته وقتی شما به مشکلی گیر کردی انبیاء من را صدا بزنی، اولیاء من را صدا بزنی، ائمه را صدا بزنی. خدا گفته یا برید قبر آنها را سجده کنید، طواف کنید. خدا گفته؟ اگر گفته و بیارید قرآن نشان بدید. این قرآن رب العالمین. الله تعالی گفته به هر مشکلی گیر کردید منو بخوانید، من خودم جواب مشکلات شما را میدم. دستور داده ادعوا الله مخلصین له الدین. این خاطر الله تعالی به علماء یهود میگه و علماء یهود لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. اینجا این اصل بر لا تلبسوا ولا تكتموا الحق نهی هست، نفی نیست. نکنید. معلوم میشه که علماء یهود و نصارا حق را با باطل قاطی میکردن و جای موقع میرسید کاملا کتمانش میکرد. یک ناخانی که می آمد تورات بلد نبود، آیا تعریف این پیغمبر، تعریف صحابه این پیغمبر، نام و نشان اونی که ما به انتظارش نشسته بودیم نبی آخر الزمان اون نیست. نه بابا، حیله می کردن. استادهای بزرگ تورات و انجیل
برای شاگردان خود توجیه میکردن. امروز چطور توجیه میکنن؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این مدح صحابه نیست؟ مدح صحابه. اینهایی که ابوبکر و عمر و عثمان را بد میگن، شما میگید که السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اعتقاد ما اینه که مهاجر و انصار در راس همه مهاجرین خلفای اربعه قرار دارند. اونا میگن نه، این بات درباره کیه؟ همین آیه 100 سوره توبه، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مصداق مهاجرین را برای ما بگید. کیه مصداق مهاجرین؟ آنها میگن مصداق مهاجر حضرت علی است، حضرت بلال است. چرا ابوبکر نیست؟ همراه با پیغمبر کی هجرت کرده؟ در مسیر هجرت و با پیغمبر کی همراه بوده؟ بله ابوبکر همراه بوده، برای ریاست همراه بوده که بعد از پیغمبر او و عمر و عثمان خلافت پیغمبر را، جانشینی پیغمبر را از صاحب حقش بگیرند. اینا برای عوام الناس تشریح میکنن. نمیکنن. بگید مصداق السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. آیا حضرت ابوبکر مصداق مهاجرین هست یا نه؟ چرا نیست؟ هیچ. ولی اون هجرت کرد، با زمان در زمان پیغمبر هجرت کرد، لیکن بعد چون حق علی را غصب کرد لحظه مصداقش نیست، مرتد شد. این آیات را چطور کتمان میکنن؟ هجرت کرد، بود در هجرت، ولی بعد حق را غصب کرد. ظالم. خدا میگه من از آنهایی که هجرت کردن راضیم. کسی که با پیغمبر همزمان هجرت کرده، پیغمبری که خانهش محاصره بود و پیغمبر از اون خانه محاصره بیرون آمد، حضرت صدیق را با خود همراه کرد، به غار ثور رفتند، از غار ثور به مدینه رسیدند. بله پیغمبر ابوبکر را همراه گرفت به خاطر این که راز پیغمبر را پخش نکند با مشرکین. کلب به این خاطر، و این تلبیس حق بالباطل نیست. ابوبکر حضرت که نمیگم، من دارم نقل میکنم، شما برای من اعتراض نکنید. ابوبکر همراهش برد تا راز پیغمبر را به دشمنان پیغمبر پخش نکنه. مگر ابوبکر غیب میدانه؟ آیا در خانه پیغمبر ابوبکر با حضرت پیغمبر همراه بود یا علی جان همراه بود؟ بله در خانه پیغمبر ابوبکر نبود. هیچ مورخی نمی نویسد که حضرت ابوبکر در خانه محاصره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشد. هیچ مورخی و هیچ گوینده این اعتقاد را ندارد. شب هجرت بله همه متفقن که در خانه محاصره حضرت علی بود، در خانه بود. و اون روز آیا حضرت علی را پیغمبر داماد کرده بود برای فاطمه الزهرا یا نکرده بود؟ نکرده بود.
فاطمه الزهرا کوچولو بود، کوچیک بود، بزرگ نشده بود، زمان دامادی و وصلت نرسیده بود. فرزند کوچیک خدیجه حضرت فاطمه الزهرا، خدیجه فوت کرده یا زنده بود؟ اینه برای من بگی. فوت کرده بود. پس پیغمبر علیه السلام آخوند که میگه به این خاطر برده که راز پیغمبر را پخش نکنه، در خانه پیغمبر که نبود. ها اگر در خانه با پیغمبر می بود درسته، میبره که راز را پخش نکنه. حضرت صدیق اکبر در خانه خودش بود. ما هم اعتقاد داریم که حضرت ابوبکر غیبدان نبود. شما هم که قبول دارید غیبدان نیست. حضرت علی را که غیبدان بگید، بله ابوبکر که غیبدان نمیگید. اعتقاد ما برای همه اینه. خود رسول الله هم غیبدان نیست مگر آنچه خدا خبر بده. تا خدا خبر نده پیغمبر که خبر نمیشه. و شما هم اعتقاد دارید که حضرت ابوبکر غیب نمیدانه. چطور پیغمبر از خانه خودش، از خانه محاصره بیرون میره و به نزد ابوبکر صدیق جلوی خانهش میره نصف شبه؟ و این خود صاحب حمله هیدری گفته ز نزدیک آن قاب پرمکر و رد، ز نزدیک این واقع هجرت را صاحب حمله هیدری، کتابی به نام حمله هیدری مثل مثنوی معنوی نوشته شده، به شعر نوشته شده. میگه ز نزدیک آن قوم پرمکر و رد، به سوی سرای ابوبکر رفت. از خانه پیغمبر به خانه ابوبکر رفت، نه به غار ثور. به غار ثور نرفت. ز نزدیک آن قوم پرمکر رفت، به سوی سرای ابوبکر رفت. ابوبکر هم که آماده هست که سابق رسولش خبر داده بود. پیغمبر گفته بود احتمال وقتی حضرت صدیق گفت اجازه هجرت هست من برم هجرت کنم مثل حضرت عثمان هجرت کرده، من اجازه هجرت میدی؟ خیلی اذیت دارم میکنم منم. حضرت فرمود صبر کن، من از خدا امید دارم و من این احتمال میدم که خدا به من اجازه هجرت میده. دلم میخواهد که تو با من همراه در هجرت باشی. آیا خانه پیغمبر مورد حمله بود یا شخص پیغمبر؟ نه، خانه پیغمبر را مورد حمله کرنده بود. خانه پیغمبر محاصره به خاطر پیغمبر بود یا نه به خاطر که خانه پیغمبره؟ به خاطر که ساکنه اینجا. پیغمبر خودش مورد حمله هست، نه خانه. خانه پیغمبر کسی مصادره نکرده بود، خودش مورد خطره یا خانه است. پس کسی را انسان خود پیغمبر مورد خطره با خود صدیق میبره. خطر به شخص پیغمبره، خانه که مورد خطر نبود. حضرت علی را گفت شما در خانه باسی فردا امانت های منو بدید. او امانت دار پیغمبر است و حضرت صدیق پاسدار خود پیغمبر است. او پاسدار امانت پیغمبر است و صدیق پاسدار خود پیغمبر است. شان دیگه خود شما بدانید. و توجیه این ملا تلبیس حق نیست، تلبیس حقیقت نیست که صدیق را با خودش برد تا راز پیغمبر را پخش نکنه. و راز پیغمبر این بود که از خانه خودش مستقیم میرفت دیگه، نمیبرد کوچه ای را که به خانه صدیق منتهی بشه، میبرد کوچه ای را که از خانه صدیق فاصله داشته باشه، از جای دیگر میرفت. این توجیه تلبیس حقه. خدا میگه لا تلبسوا الحق بالباطل.
ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. شما هم خواننده اید، میدانید که توجیه باطل میکنید. خود شما میدانید که کتمان حق کردی. و کعب ابن اشرف لعنتی، تو خودت میدانی کتمان حق میکنی، خودت میدانی. و انتم تعلمون. چرا حضرت صدیق را مصداق مهاجرین قرار نمیدید و چرا جایزه رضی الله عنه را برای او قائل نیستید و چرا عقیده ندارید که جنت برین مال صدیق اکبر است؟ رضی الله عنهم و رضوان و عد لهم جنات تجری تحتها الانهار. چرا که اونهایی قبلا اینطور گفتند؟ اینا قائلن که حضرت صدیق مصداق رضی الله عنهم کتمان نکردن، چرا آیات الهی را کتمان میکنن؟ آیات سریع الهی را کتمان میکنن. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اونا که اتباع کردن به احسان، حضرت ابو سفیان هست، حضرت امیر معاویه هست، مهاجرین و انصار را به احسان اتباع کردن. رضی الله عنهم، خدا از آنها راضی شد. ما میگی که اولین و کامل ترین مصداق مهاجرین صدیق اکبر است. چرا؟ حضرت عثمان تنها هجرت کرد، رسول الله با همراه نبود. حضرت عمر تنها هجرت کرد، بعد از رسول الله هجرت کرد یا قبل از رسول الله؟ او مولوی بگید، حضرت عمر قبل از رسول الله هجرت کرد، حضرت عثمان، حضرت علی بعد هجرت کرد. تنها اینها هر یکی جدا جدا هجرت کردن، لیکن هجرت کامل حضرت صدیق اکبر است که همراه با رسول الله هجرت کرد. پس من مصداق کامل والذین معه کیه؟ در زندگی 2 سال و 3 ماه از پیغمبر کوچکتره، قبل از نبوت همراه و دوست رسول الله بود یا نه؟ بین رسول الله صدیق اکبر رفاقت و دوستی قبل از نبوت نبود؟ پس والذین معه قبل الهجره، والذین معه در شب هجرت در غار حرا، و در غار حرا با پیغمبر کی معیت داشت؟ لا تحزن ان الله معنا. این همه آیات را مگر اینها نمیدانند؟ نمیدانند؟ چرا تلبیس میکنند و چرا کتمان میکنند؟ ان الله معنا، الله با من و تو هست. مصداق معنا چیه؟ حضرت ابوبکر و حضرت علی. اون نون متکلم برای تثنیه و جمع یکسان نمیاد، برای مفرد معی و برای تثنیه معنا، برای جمع هم معنا هست. نیست، فرق میکنه، مشترک دیگه بین تثنیه و جمع. الله با من و تو هست ای ابوبکر، لحظه لا تحزن، غم نخور. حضرت که صاحب وحی نبود، حضرت ابوبکر وحی نآمده بود، احساس خطر میکرد و برای پیغمبر خدا تضمین کرده بود که هیچ کافری نمیتونه تو را ضربه بزنه. والله یعصمک من الناس. این والله یعصمک من الناس قبل از هجرت بود یا بعد از هجرت بود؟ بعد از هجرت. بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس.
این در سوره مائده هست و بعد از هجرت آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده سوره مائده هست. این بعد هست که پیغمبر تضمین شد که کسی نمیتونه شما را ضربه بزنه، هیچ یهودی و لعنتی و نصرانی شما را نمیتونه ضربه بزنه. قبلا که چنین آیه نازل نشده بود که پیغمبر ضربه نمیبیند از کفار. به این خاطر صدیق اکبر صاحب وحی نبود، بله شب هجرت خدا پیغمبر را تضمین کرده بود که کسی نمیتونه شما را ضربه بزنه. شما برید صدیق را همراه بردار، برو در غار ثور، اونجا در غار ثور با پیغمبر کی بود؟ یعنی واقعا این ظلم نیست؟ همه بر علیه پیغمبر، صحابه پیغمبر، کسی که آیات صریحه قرآنی به شان صدیق اکبر دلالت دارن کتمان نمی کنن. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. میگه صحابیت مدحی نیست. چرا مدح نیست؟ چون تو رساله ها میخوانید. الان من امروز داغ کردم، الان موضوع اینجا نبود، میخوام کتمان حقی که امروز میکنم برای شما بگم. میگه صحابیت مدحی نیست. چرا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه وهو يحاوره، صاحب اون باغ بس به صاحبش گفت. ببین اونجا اون همراه اون مومن همراه او هست. حالا ما میگیم همراه مومن برای اون کافری بود، درسته، همراه کافر مومن هست و این همراهی مومن برای او سودی ندارد. لیکن همراه پیغمبر اذ قال لصاحبه، یعنی پیغمبر به همراه خودش گفت. همراهی صدیق برای پیغمبر این شان پیغمبر را بالا نمیبره، لیکن شان صدیق را چیکار میکنه؟ شان صدیق بالا از همراهی پیغمبر، شان اون کافر بالا نیست از همراهی مومن. همه کفار مگر در مکه با نبی علیه السلام نبودن؟ ما ضل صاحبکم، این همراهی پیغمبر ابو جهل را صاحب شان نکرد، چون ابو بکر انکار میکرد، لیکن همراهی پیغمبر برای صدیق مدح بود که پیغمبر بهش گفت لا تحزن ان الله معنا، الله با من و توه، تو هم با من معیت داری که پیغمبر خدا هستم و معیت خدا با من و تو هست. این چطور شان صدیق را شما میارید پایین؟ همه غصب کردیم. چرا غصب کردیم؟ اگر حق علی می بود و صدیق اکبر و عمر غصب می کردن یا عثمان، تو حضرت علی چرا از حقی که خدا بهش داده من حیث نه دی حیث که حقشه، حقی که خدا منسوس کرده، پیغمبر منسوس کرده، حضرت علی چرا دفاع نکرد؟ این نه که تنها حق او را پامال کردن، بلکه حق خدا را پامال کردن. چرا دفاع از حق خدا حضرت علی دفاع نکرد؟ چرا دفاع نکرد؟ هیچ. این همون تلبیس حقه که خدا گفته لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. و شما هم تلبیس حق میکنید. شرک حرامه، شرک برای مردم توضیح نمیدید. کفر حرامه، کفر هم برای مردم توضیح نمیدید. بدعت حرامه، بدعت را برای مردم توضیح
نمیدید. این کتمان حق با باطل من شما حق توضیح بدید شرک چیه، توضیح بدید کفر چیه، توضیح بدید عبادت حق خدا چیه. کتمان نکنید. خدا آنها را گفت لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. شما هم میدانید کتمان حق میکنید، کتمان حقیقت میکنید. خدا گفت نکن. خب چرا اینها کتمان حق میکردن؟ چرا اینها تلبیس حق بالباطل خلق میکردن، حق را با باطل؟ چرا اینها این کارها را میکردن؟ به خاطری که 3 مرض اینها را گرفت. 2 مرض، حب جاه، حب مال. به خاطر این 2 مرض اینها کتمان میکردن که اگر ما حقیقت را بگیم باید ما پیرها، ما استادها، با مریدها و با شاگردها همه بریم مرید محمد رسول الله بشیم. اگر ما حقیقت بگیم این همه مریدهای ما و ما باید مرید محمد رسول الله بشیم. همه ما اساتذه تورات و انجیل و زبور، این همه مراجع تقلید باید بریم چکار کنیم؟ شاگرد محمد رسول الله بشیم، بلکه شاگرد ابوبکر صدیق هم بشیم. ابوبکری که 15 سال است، 13 سال است که قرآن حفظ کرده. عمری که این همه آیات قرآنی را حافظ است. همه باید ما بریم شاگرد ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بشیم. دیگه این همه استادی ما، این همه شیخی ما، این همه پیری ما با این همه سن و سال، این همه مشایخ، ما باید بریم شاگرد بشیم. شاگرد کی بشیم؟ شاگرد بلال بشیم. شاگرد کی بشیم؟ شاگرد ابوبکر بشیم. شاگرد یک امی بشیم. این ریاست، حب جاه اینها را بدبخت کرد. ما بریم شاگرد بشیم. هزاران شاگرد و مرید داری. این بدبختی امروز بسیاری را در این امت گرفته. قرآن بلد نیست، لیکن نمیاد درس قرآن نمیخواند. من 70 سالم دارم دیگه حالا قرآن بخوانم، برم شاگرد بشم. من فلانم. این بدبختی نمیگذارد انسان را به پای درس قرآن. این بدبختی اینها را گرفته بود. حب جاه، باز دیگه حب مال. حب مال، همه مریدها هدایا می آوردن، همه شاگردها می آوردن. سهم ائمه بود، می آمد، کاملا می آمد. این نظرهای غیر اللهی که اینها تعیین کرده به گردن مردم بار کرده بودن، 40 بدید، 7 بدید، 8 بدید، 30 بدید، این همه هدایا می آمدن. اینها جلوشون گرفته میشه. این 2 مرض الله تعالی علاج مرض ها را می‌کنه. علاج کبری که در اینها بود که ما چطور بریم شاگرد بشیم. الله تعالی فرموده که مصلات، نماز اقامت کنید، در مسجد میرید، مولوی صاحب یک بچه کوچه که بغلش ایستاده، مولوی صاحب، علامه صاحب یک بزگر و یک دهقانی کنارش ایستاده. در نماز چیه؟ تواضع. سرمایه‌دار، حاجی آقا، استاندار یک سپوری بغلش ایستاده. در مسجد اینطور نمیشه. باز رئیس شهردار هست، یک پلیس رفتگر نمیشه، سپور رفتگری در کنار رئیس شهرداری ایستاده. نفسش میاد پایین؟ نمیاد. خوب میاد پایین کم. نماز چیه؟ امیر غریب، پیر جوان، استاندار، فرماندار و درجه دار پایین و بالا همه کنار هم میستن یا نمیستن؟ بلکه هنوز اون غریب
زودتر رفته صف اول گرفته، آقا صندل میه صف بعدی میسته. در اسلام این جایزه که او را بلند کنند این جایش بنشانه. حالا این احسان اگر یکی عزت میده، یک بزرگتری را صف اول میبره، خودش میاد او مولوی صاحب آمده با شاگرد جلو ایستاده، اون یک لطف خود شاگرده که احترام میکنه، استادی را میکشه میبره جلو، او یک چیزی دیگره. لیکن قانون نیست که استاد را بلند کنه و بشینه. اجازه هست اگر که یک استاد چنین کاری بکنه شریعت اینه تایید میکنه. ها نماز یعنی تمام تواضع فروتنی را میاره در این نفس بزرگ فرعونی را نماز میکوبه پایین. همه برابر از یک ملای مسکین اطاعت میکنه. ملا میگه الله اکبر، همه میگه الله اکبر. ملا مسکین بیه پول بیه یه قرار میگه الله اکبر، میره به رکوع. همه سیت ها پشت سر میگه الله اکبر، همه میره. حافظ مسکین میگه سمی الله لمن حمده، همه سیت ها میگه سمی الله لمن حمده. راست میشه اطاعت میکنن یا نه؟ این دیگه نفس چطور میشه؟ خورد و خمیر میشه. حافظ میگه السلام علیکم، همه اینجا اتحیات خواندن نشستن منتظر السلام علیکم حافظ صاحب. درسته؟ نماز یعنی تمام انانیت را از انسان میگیره، انسان را یک عبدی میکنه، نمیکنه. بی خاطر قرآن فرمود اقیم الصلاة. ام الله بروی در مسجد النبی، برید در مسجد النبی. او پیغمبر زاده ها برید با بلال ها، برید کنار بی بی های شما، برن کنار بی بی سمیه بیستن، برن کنار اون مستضعفین بیستن، برن کنار اصحاب صفه بیستن تا انانیت اینها بیاید پایین. این پایین اینها خیلی انانیت دارن، نفس اینها خیلی بالا رفته، خوب بات کرده. اللہ تعالی فرمود اقیم الصلاة. پنج وقت برید با فقرا شانه به شانه، زانو به زانو بیستید، با کشاورزها، با بزگرها، با ساروانها، با آنهایی که از لباس تا حد کافی ندارد شانه به شانه بیستید تا این نفس شما بیاد پایین. حب مال شما را بدبخت کرده، جب میکنید یکنزون الذهب والفضه. قرآن نگو ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم. اینجا قرآن فرمود ام الله آتوا الزکات، زکات را گرفتید. شما که همه گرفتید و بردید خزانه کردید، الان بیارید بدید، بیارید بدید برای اسلام، زکات بدید تا حب مال علاج بشه. این زکات برای علاج حب مال، مفت مجانی بیارید فقرا و مساکین را بدید، علاج بشه. اینی که شما را با خودش مشغول کرده. ورقوا مراقین، حسدی گرفته بودیم ملاها را که چرا نبی از بنی اسماعیل مبعوث شد، چرا از بنی اسرائیل مبعوث نشد. الله تعالی فرمود بیاید رکوع کنید، با همینا رکوع کنید تا که این محبت اینها در دل شما بیاد. ورکعوا مع الراکعین، برید رکوع کنید با رکوع کنندگان. مقصود مسلمان ها هستند. علاج حسد یعنی تواضع باطنی، علاج
حب جاه، علاج حب مال، امراض ثلاثه یهود را که حب حسد بود، حب مال و حب جاه بود، الله تعالی در 3 جمله علاج کرد. فهمیدید چطور نسخه های علاج خدا میده؟ زد بر عالمی بدون عمل، دیگران را راهنمایی میکردن و خودشان فراموش میکردن. الله تعالی فرمود اتأمرون الناس بالبر، مردم دستور میدید به نیکی و تنسون انفسکم و خود شما را فراموش میکنید. همه تبلیغ انفاق میکنید و خودتان چرا خرج نمیکنید؟ چرا این میلیون ها را در بانک ها بردید سر به سر گذاشتید؟ خرج کنید. چقدر حسابدارهای شما، اون سهم های شما پرن، بانک ها پرن. چرا به مستضعفین نمیدید؟ این همه نظرهای ائمه را جمع میکنید و تو کجا میبرید میگذارید؟ میلیون ها میلیارد شما دنیا را غصب کردید و به نام این امام و به نام آن امام اینها را چرا خرج نمی کنید؟ مردم از مستضعفی خانه ندارن، کاشانه ندارن، شما بر سر یک کبری میلیاردها پول هزینه می کنید. چرا اینها را در راه خدا خرج نمی کنید؟ چرا اینها را فی سبیل الله خرج نمی کنید؟ اتأمرون الناس بالبر، مردم میگه اسراف نکنید، برای درآمدها تمام دنیا را چراغانی میکنید. خب مردم را میگه اسراف نکنید، ما چقدر اسراف میکنید؟ کتاب رب العالمین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. مولوی صاحب این برای من و شما خیلی سخته. این مریضی امروز با من و شما هم. مردم ابن یکی دعوت میدیم و خود من فراموش. و حافظان قرآن این عتاب من و شما را، دیگران را نمیگه، خود من و شما را هست. وقتی دیگران را به تقوا دعوت میدیم و خودمان تقوا نداشته باشیم عتاب میشه. اگر دیگران را به دادن دعوت میدیم و خودمان ندیم عتاب میشه. و اگر دیگران را دعوت به تلاوت میدیم فضائل قرآن بیان میشه و حضرت خودش قرآن نمیخواد. عتابه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، دیگران را به تقوا، به نماز، به روزه، به حج، به زکات، به زهد، به هر چی دعوت دادیم و خودمان عمل نکردیم. مصداق آیت خدا نجات بدهد. همینه که جار الله گفت لا تقربا هذه الشجره، همین علم. بابا این مسئولیت بزرگی دارد، ثواب بزرگی هم دارد و مسئولیت بسیار سنگینی دارد. عتاب میکنن. خدا میگه عقل شما کجایه؟ خدا هرچی میدهد علم توفیق عمل عنایت. پیغمبر میفرماید اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع و من نفس لا تشبع و من دعاء لا یستجاب و من نفس لا تشبع. چنان شکمی که سیر نکند خدا از تو پناه میگیری، چنان علمی که نفع نرساند به تو پناه میگیری. من علم لا ینفع، علمی که نفع ندهد، انسان بداند و نکند. توحید همینه. من گاگای دوستان میگیم خب توحید یعنی عظمت خدا را بیان کنی، بزرگی خدا را بیان کنی که دیگه چیزی نیست. خیلی عتاب است. الله تعالی به حال همه ما رحم بفرماید. بعد الله تعالی علاج حب مال و جاه را تکرار کرد. واستعینوا بالصبر. او مولاها نفس بر نفس گران میشه. شما پست را ویل کنید، مقام را ویل کنید، پیری را ویل کنید، همه بشید مرید محمد صلی الله علیه وسلم، بری شاگرد ابوبکر و عمر و عثمان بشید. این خیلی گران تمام میشه، لیکن صبر کنید. واستعینوا بالصبر والصلاة. نماز به کثرت بخوانید. نماز انسان را متوازن می‌کند.
نماز انسان را راغب میکند به خدا. انها لکبیرتون، این خصلت صبر بر مسائل، صبر بر طاعت و بندگی، این خصلت صبر و استعانت به صبر و صلات، این خصلت خیلی گرانه مگر بر آنهایی که خاشعند. کیا خاشعند؟ خشوع دارند، تضرع دارند، عاجزی دارند. میفرماید این نسخه خشوع است. اونهایی که یقین دارند که آنها ملاقات میکنن رب را و آنها به طرف رب برمیگردند، اینها واقعا خاشعون هستند. سروران گرامی، من همیشه عرض میکنم، میگم و بارها گفتم که تا اعتقاد قیامت در دل انسان راسخ نباشد، انسان نمیتواند عمل کند. عقیده قیامت وقتی در دل انسان راسخه، انسان برای چه تکبر بکنه؟ یکی من میکرد، یک اهل الله خیلی اون چیزی گفت، چرا اینقدر من میکنی؟ اول تو نطفه بوده، آخر تو فیفه میشه و درون هم کجره، وسط هم کثافت ها گرفته اشغال کرده درون. چرا انسان تکبر کند؟ چرا انسان غرور کند؟ چرا انسان گردن بگیری کند؟ چرا انسان وقت و فرصت برای معاد فارغ نکند؟ بدون اعتقاد آخرت این قرآن را خواندن، این بر این قرآن عمل کردن هیچ امکان ندارد. چرا؟ خصوصا دنیایی که ما در آنیم، دنیایی که ما در آنیم دنیای مادی هست، دنیایی هست که عزت در پول دیده می شود، احترام در پول دیده می شود و همه امکانات به خاطر پول فراهم می شوند. سروران گرامی، بدون اعتقاد معاد و قیامت انسان نمی تواند همیشه نماز با خشوع بخواند، همیشه پابند جماعت بشه و همیشه مال خرج کند. اون اعتقاد آخرت هست که انسان را وعدت میکند که همه چیز را فدا بکند، جان بده، مال بده، وقت بده، فرصت بده و در نداری صبر بکند. ندارد صبر کند. در دارایی قدرت نمایی نکند. اون اعتقاد قیامت هست که دست دنیادار نگاه می‌دارد، برای فسادش نمی‌گذارد، ورنه مردم پولها را بر می‌دارند و نعوذ بالله میرن برای فساد به کدوم کشورهای خارجی و نمیرن این شهرستانها و چه فسادهایی که انجام نمیدن. خدا نجات بده. دهل، سرنای، رقص، چاپ، رقص و چاپ را اهل دنیا میکنن. دهل و سرنا میزنن، زن و مرد رقص میکنن. این دنیا هست. شما دیدید یک فقیری رقص بکنه؟ خدا نجات بده. بعضی فقیرها بدون پول رقص میکنن، بعضی کم از کم پول میگیرند و بعضی پول ندارند و چاپ میکنن. رقص یعنی چاپ دیگه. الله تعالی اکثر تفسیرات ما در گذار میکنه. و آخر دعوانا الحمدلله.